داره یک دیگر تان به خاطر خدا محبت کنه. زیرا رسول اکرم میگه من احب لله و ابغض لله فقد استکمل الایمان. کسی محبتش خاص به خاطر خدا باشه، یک قسم که دوست داره به خاطر خدا دوست داره، نسبت به کسی نفرت داره به خاطر خدا، این آدم ایمانش کامل است. پروردگار من ثواب این صحبت نه این حدیث رسول اکرم همچون هدیه به روح این جوان غورمرگ که از این دنیا راحت ندیده، مثل دیگر جوانا ماشین گل سوار شده به خانه عروس نرفته، تابوت سوار به خانه قبرستان می رود. پروردگار را هدیه نمودم. خداوند گوش پر نور و جهش جنت گردان. خدایا این بیماری های کشیدگیش سببی مقام گردان. پروردگارا جهش جنت و ایمان و عمل های صالح رفیق خاموش گردان. جوانای عزیز نه چگونه گفتم، ببینه جوانی هم اعتماد نداشتن. وقت ساعت که فرا رسید چی جوان و چی پیر به خانه به پیش خدا میره. هزاران لاله رخ چون غلچه سر پیچی درفت آخر. ببینه مانند گلی لاله ناشکفته پژمرده شده، آبی دیده پدر مادر در رخساره هاشان او به قبرستان روان است. بنابر جوانای عزیز همیشه در جوانی پاکیزگی اختیار کنه، در جوانی بندگی خدا را کنه. انشالله این دادر ما امروز از این دنیا را عروسیش محروم شد، شادی و خرسندیش محروم شد، خداوند براش توی عروسیش در جنت بکنه. دعا کنه پروردگار هم مادر عزیز و همین دادر جوان مرد سفرشان بخطر کنه، راه دور و دراز قیامت براشان آسان گردانه. پروردگار ایمان عملهای صالح شان رفیقی قلبشان گردان. آمین. در ذمه‌شان از نماز روزه چیزی مانده باشد. خداوند غفور و رحیمه. اما حق العبد گفته نمیشه قومای عزیز، از کدام شما یگان چه قصدار باشند امانت داشت گرفته باشند با شاهد حجت چگونه من فرزندان برادراشان میکنده بیراشان و دیگر قمداری از کدام شما رازار و غیبت کرده باشه. خواهش میکنیم بخشندار خدا دوست می‌داریم که پدرش کیه خشکی خدا بود نسیه داداشم همجان خدا صبر و که ما رو با داداشم در این مصیبت